دیگه دارم بیش از اندازه به همه چی فکر میکنم. راه میرم فکر میکنم، قبل خواب فکر میکنم، موقع کار فکر میکنم که چی میشد اگه من اونجوری بودم، یا اگه این کار نگیره چی، یا چرا من انقدر بدبختم. اصلا چرا من؟ چرا هیچ وقت نمیتونم به اون چیزی که میخوام برسم؟ راستش به قدری فکر کردم که تعدادشون از دستم در رفته. جالبه که دلیل درستی هم براشون ندارم. شاید این درگیری‌های ذهنم باعث این همه فکر شده. شاید نوع زندگیم، جامعه، خانواده باعث میشه شب نخوابم. شاید چیزی درونم هست که نمیذاره رها بشم. امروز هم میخوام به همین برسم. میخوام اینو درستش کنم. ولی باید دلایلشو پیدا کنم. پس اول باید از خودم سوال بپرسم. هی، چرا انقدر فکر میکنی؟ چون میترسم همه چیز از دستم بره. میترسم که هیچ چیز اونطوری که میخوام پیش نره. از دست دادن همه چیز یه جوریه که نمیخوام هیچ وقت تجربهش کنم. میترسم از اینکه هیچ وقت به جایی که میخوام نرسم. از اینکه همیشه درجا بزنم. از اینکه زندگی هیچ وقت معنایی نداشته باشه. خب مگه زندگی چقدر ارزش داره؟ نمیدونم. یه چیزی نمیذاره از دستش بدم. یه نقطه، یه نور، یه امید که حس میکنم. عجیبی که زندگی برام مهم شده. نمیدونم، شاید برای رویای پدر مادرم، شاید برای رویای خودم، شاید برای از بین بردن این درد لعنتی، شاید برای درست کردن جای آروم برای امثال خودم. شاید این همه درگیری ذهنی و نگران بودن به خاطر همین چیزاست. شاید یه روزی یه چیزی پیدا کنم که بتونم براش زندگی کنم. شاید همه اینا فقط یه بهانه است تا من بتونم ادامه بدم. ولی یه چیزی رو میدونم، زندگی منو به جنگ فراخونده. جنگی که نمیدونم هر دومون برنده ایم یا بازنده. ببین رفیق، این درد بین ما مشترکه. منم مثل تو هر از گاهی دوباره به یادش میافتم. گاهی با خودم میگم چرا هیچ چیزی تغییر نمیکنه؟ چرا همه چیز همونطور که بوده میمونه؟ گاهی از خودم میپرسم چرا انقدر همه چیز برای من سخت شده؟ شاید من فقط خودمو گول میزنم که یک روز همه چی بهتر میشه. شاید هم هیچ وقت بهتر نشه. فکر نکن که این افکار قراره نجاتت بده. برعکس، تفکر مثل چاهیه که ته نداره. هرچی بیشتر فکر کنی، بیشتر سقوط میکنی. مطمئن باش این راه نجاتت نیست. پس چی کار کنم؟ راه نجاتم چیه؟ تو میگی فکر نکن، ولی تنها چیزی که به من میفهمونه زندم همین فکر کردنه. بدونش نمیتونم ادامه بدم. این فکرها یه جورایی هم منو زنده نگه داشتن، هم منو نابود میکنن. چطور میتونم ازشون بگذرم؟ نه دوست من، اشتباه برداشت نکن. درست گفتی، فکر کردن بهت معنی میده، ولی زیاد فکر کردن چی؟ زیاد فکر کردن راجع به اتفاقایی که امروز برات افتاده، حرفایی که کسی بهت زده، کارهایی که باید میکردی و نکردی، دیگه اهمیتی نداره. چون نمیتونی تغییرش بدی، نمیتونی پاکش کنی. فکر کردن راجع به این که کی تو رو فالو کرده یا کی پستت رو لایک کرده چه اهمیتی داره؟ هیچی. چیزی که الان مشخصه اینه که تو زنده‌ای و میتونی زندگی کنی. دردات همیشه هستن، جای زخمات میمونن و تنها راه اینه که تو قبولشون کنی. فکر کردن به جامعه و مردمش فقط تو رو ناامید و خسته میکنه و تلاش برای امیدوار بودن بهش بیفایده است. اونها هیچ وقت تغییر نمیکنن. ببین رفیق، از الان بهت میگم فردایی نیست. کره زمین توسط مردم در حال نابودیه. شاید سرنوشتشه، شاید هیچ چیزی برای تغییرش نباشه. شاید این همون راهیه که زندگی به سمتش میره. پس زیاد بهش فکر نکن و نگران نباش. چیزیه که تو از این نشخوار ذهنی به دست میاری با دعواست. چیزی که شاید حس کنی به دست آوردی در نهایت چیزی بیش از یک توهم نباشه. تمرکزت رو بذار روی زندگی خودت. محکوم به ادامه دادن. جنگ با زندگی یا هر چیزی که اسمش رو میذاری همینه. این درسته. با زیاد فکر کردن و تخیل کردن از زندگی جدا نمیشی. حس خوبی بهت میده، قبول دارم. ولی همش توهمه. چیزی که واقعیه تویی و زندگیت. همینجا، همین لحظه. کارهایی که میتونی بکنی و کارهایی که نمیتونی. پس رفیق، همه چیو میسپارم دست خودت، چون میدونم از پسش برمیاد.